درود فراوان، به اکونوکلاس خوش اومدین. امروز فصل 7 از کتاب اصول علم اقتصاد منکیور رو با هم بررسی میکنیم و یاد میگیریم. عنوان فصل هست مصرف کننده، تولید کننده و کارایی بازار. دوستان عزیز من، این فصل درباره اینه که بازارها چطور روی رفاه مردم تأثیر میذارن. ما تا اینجا گفته بودیم که عرضه و تقاضا قیمت کالا رو مشخص میکنن. ولی یه سوال مهم مونده بود. آیا نتیجه‌ای که بازار بهش میرسه نتیجه خوبی هست یا نه؟ برای اینکه این موضوع روشن بشه، کتاب اومده یه مثالی رو زده. گفته مثلا یه کالایی مثل مرغ رو در نظر بگیرید. وقتی که مصرف کننده ها میرن فروشگاه، میبینن که قیمت مثلا مرغ بالا هست، ناراحت میشن. از اون ور مرغداری که این مرغ رو پرورش داده از همین قیمت هم ناراضیه، میگه کاشکی بالاتر بود. بنابراین داره میگه ببین طبیعیه خریدارها همیشه دنبال اینن که پول کمتری بدن، فروشنده هم همیشه دنبال اینن که پول بیشتری رو بگیرن. اینجا یه سوال مهم از نگاه جامعه مطرحه. میخوایم بدونیم کدوم قیمت بهترین قیمت برای همه است. توی این فصل وارد بحثی میشیم به اسم اقتصاد رفاه. اقتصاد رفاه بررسی میکنه که تخصیص منابعی که توسط بازار انجام گرفته چه اثری روی رفاه یا منفعت جامعه داره. ما میخوایم توی این فصل ببینیم که خریدار از خرید چی به دست میاره، فروشنده از فروش چی به دست میاره و میخوایم ببینیم که آیا بازارها میتونن این منافع رو به حد اکثر برسونن یا نه. حالا نکته مهمش اینه دوستان من، اون تعادلی که از عرضه و تقاضا به دست میاد منافع خریدارا و فروشنده ها رو حد اکثر میکنه. یعنی اگر ما یک بازار رو به حال خودش رها کنیم، نه قیمت گذاری دستوری داشته باشیم، نه دخالت غیر ضروری داشته باشیم، اون وقت بازار خودش به یک نقطه تعادل میرسه که برای کل جامعه بهینه است. این اتفاق بدون اینکه کسی برنامه ریزی کنه رخ میده. دوستان من، توی این حالتی که میگیم خود بازار به نقطه تعادل میرسه، نه خریدار دنبال اینه که رفاه جامعه رو زیاد کنه، نه فروشنده چنین هدف بزرگی رو دنبال میکنه، ولی رفتار طبیعی خریدار و فروشنده و سازوکار قیمت باعث میشه که جامعه به بهترین حالت ممکنش برسه. و این همون چیزی هست که آدام اسمیت اسمشو گذاشته بود دست نامرئی. دست نامرئی یعنی همون دست پنهانی که بازار رو به سمتی میبره که جمع رفاه بیشترین مقدار ممکن بشه. منظورم از جمع رفاه، رفاهی که مصرف کننده داره و رفاهی که تولید کننده داره. خب پس اینجا میخواد توجه ما رو به این نکته جلب کنه. میگه ببینید وقتی که راجع به قیمت تعادلی صحبت میکنیم، قیمت تعادلی فقط یک عدد نیست. قیمت تعادلی بهترین نتیجه از نظر رفاه کل جامعه است و این همون دلیلی هست که ما قبلا توی فصل 1 که 10 اصل اقتصادی رو گفتیم که بازارها فعالیت‌های اقتصادی رو به خوبی سازماندهی میکنن. درسته؟ پس یادتون میاد این که گفتیم بازارها فعالیت‌های اقتصادی رو به خوبی سازماندهی میکنن، دلیلش اینه که قیمتی که بهش میگیم قیمت تعادلی، مگه قیمت تعادلی از عرضه و تقاضا به دست نمی اومد؟ مگر عرضه و تقاضا دو طرف بازار نیستن دیگه؟ ما هر بازاری رو بخوایم معرفی کنیم میگیم بازار دو طرف داره، عرضه و تقاضا. بنابراین اون قیمت تعادلی که تو بازار به دست اومده که در نتیجه تقاطع عرضه و تقاضاست، از نظر رفاه بهترین نتیجه رو میده و همین دلیلی هم هست که ما جزء 10 اصل اقتصادیمون گفتیم بازارها فعالیت‌های اقتصادی رو به خوبی سازماندهی میکنن. حالا میخوایم وارد اولین مفهوم مهم این فصل بشیم، مازاد مصرف کننده. دوستان من، مازاد مصرف کننده به زبون خیلی ساده برای اینکه تو ذهنمون بشین و موندگار بشه، مازاد مصرف کننده یعنی میخوایم ببینیم مصرف کننده از خرید یک کالا چقدر سود یا منفعت به دست آورده. پس وقتی که شما اسم مازاد مصرف کننده رو میشنوید، یعنی سود مصرف کننده چقدر بوده، منفعت مصرف کننده چقدر بوده. درسته؟ حالا برای اینکه ما بتونیم تخصصی تر مفهوم مازاد مصرف کننده رو تعریف کنیم، باید یک مفهوم جدید رو بگیم، تمایل به پرداخت یا willingness to pay. دوستان عزیز من، تمایل به پرداخت اسمش
مشخص دیگه چی میخواد به ما بگه. یعنی هر خریدار برای هر کالا حد اکثر چقدر حاضره بپردازه. این میشه تمایل به پرداخت. یعنی این عدد داره نشون میده که یک فرد برای یک کالا چقدر ارزش قائله. اگر که قیمت بازار کمتر از این عدد باشه، خریدار خوشحال میشه، کالا رو میخره. من قبل از اینکه مثال کتاب رو بگم یه مثالی رو میزنم دوستان. فرض کنید که دارید تو خیابون از جلوی یه فروشگاه رد میشین، بعد یه لباسی رو تو ویترین این فروشگاه میبینید که چشمتون رو میگیره. خب تو ذهنتون میگین که اگر که مثلا این $10 باشه، من حاضرم بابتش پول بدم و بخرم. میرین تو فروشگاه میبینید نصف اون چیزیه که تو ذهن شما بود. خب یعنی که قیمت بازار کمتر از عدد ذهنی شما بود. معلومه که خوشحال میشین و کالا رو میخرید. میرین تو فروشگاه قیمت میکنین، میبینین که اون قیمتش 2 برابره قیمتی که تو ذهن شما بود. حتما از خرید منصرف میشین. حالا اگه مساوی باشه ممکنه براتون فرقی نکنه بخرین یا نخرین، ولی تو دو حالت قبلی حتما منصرف میشید یا حتما خیلی خوشحال میشید و کالا رو میخرید. پس وقتی که راجع به willingness to pay یا تمایل به پرداخت صحبت میکنیم، یعنی اون پولی که خریدار توی ذهنش گفته که من حاضرم این پولو بابت این کالا بدم. یعنی داره میگه که چقدر یک فرد تمایل به خرید یک کالا داره یا چقدر برای اون کالا ارزش قائله. پس امیدوارم که تونسته باشم مفهوم تمایل به پرداخت رو منتقل کنم. خب حالا دوستان من، وقتی که شما قیمتی که حاضرین اون کالا رو بخرین تو ذهنتون هست با قیمتی که واقعا اون فروشگاه مثلا برای اون لباس تعیین کرده رو شما میدین، یه تفاوتی بین این دو قیمت هست. اونجا این تفاوت داره منفعت شما رو نشون میده. یعنی وقتی که ما راجع به مازاد مصرف کننده صحبت میکنیم، یعنی مبلغی که خریدار مایل بود به پردازه منهای مبلغی که واقعا پرداخت. ببینید دوستان عزیز، پس مازاد مصرف کننده تفاوت 2 تا عدده. 2 تا عدد چی هن؟ یه عددی تو ذهن منه، یعنی من یه ارزشی برای یه کالای قائلم، یه عددی رو واقعا میپردازم. یعنی ببینید من تو ذهنم میگم این پیراهنه اگر که 1,000,000 تومان باشه من میخرمش. خب میرم تو مغازه‌دار به من میگه 500,000 تومنه. تفاوت عددی که تو ذهنم بود با تفاوت پولی که پرداخت کردم داره سود من رو نشون میده، منفعت من رو نشون میده، مازاد مصرف کننده رو به اصطلاح نشون میده. خب حالا میام سراغ مثال کتاب. اگر که این مثال من شما رو قانع نکرده، بیایم مثال کتاب رو ببینیم. کتاب گفته که فرض کنید که یه نفری یه آلبوم موسیقی قدیمی داره، میخواد این آلبوم رو به مزایده بذاره. 4 نفر هستن که میخوان این آلبوم رو بخرن. دوستان من میبینیم willingness to pay سمت راست این جدول نوشته. میخواد میگه ببین تیلور حاضر حد اکثر $100 بابت این آلبوم پول بده. مثلا کری حاضر $80 بابت این آلبوم پول بده. هر کسی یه قیمتی داره. مزایده شروع میشه. قیمت تا جایی میره بالا که فقط 1 نفر حاضر به پرداخت باشه. بنابراین تیلور میاد این کالا رو با $80 میخره، چون فقط اون حاضر بود که بیشتر از بقیه پرداخت کنه. حالا سوال اینه تیلور چه سودی به دست آورد؟ سود تیلور از این معامله چیه؟ تیلور کسی بود که حاضر بود $100 بابت این آلبوم پول بده، ولی $80 داده و آلبوم رو گرفته. پس سودش یا مازاد مصرف کننده برابر با 20. پس تعریف مازاد مصرف کننده دیگه خیلی برامون راحت شد. تمایل به پرداخت منهای قیمت پرداخت شده. درسته؟ حالا دوستان عزیز من، کتاب اومده یه ذره مثال رو برده جلوتر. گفته فرض کنید که ما به جای یه آلبوم 2 تا آلبوم داشته باشیم و بخوایم 2 تا آلبوم رو بفروشیم. اینجا باز هم مزایده رو که شروع کنیم 2 نفر آخرن که توی رقابت باقی میمونن و این آلبوم رو میخرن. اون 2 نفر آخر چون که پول کمی حاضرن بدن، اونا کنار میرن. قیمت نهایی جایی متوقف میشه که اینا نفری $70 پرداخت کنن. حالا دوستان عزیز من، تیلور تو حالت قبلی تو ذهنش بود $100 بده، $80 داد، آلبوم رو خرید، سودش از این خرید شد $20. خب
حالا اینجا هم همون $100 رو حاضر بده، ولی اینجا چون 2 تا آلبوم بوده و 2 تا خریداره قیمت اومده پایین‌تر و تفاوت 100 منهای $70 $30. اینجا سود تیلور افزایش پیدا کرده. یه خریدار جدیدم داریم به اسم کری هم حاضر بوده $80 بده، ولی با $70 آلبوم رو خریده. $10 هم سود کریه. حالا شما این $10 رو به اضافه $30 کنین، $40 میشه سود مصرف کننده های شما. درسته؟ 2 تا مصرف کننده داشتین دیگه، سودشون اینه. چی میخواد به ما بگه؟ میگه ببین هر چی قیمت بره پایین تر، مازاد مصرف کننده بیشتر میشه. مازاد مصرف کننده بیشتر میشه یعنی خریدارا راضی ترن، خریدارها خوشحال ترن. پس ما تا اینجای کار با مفهوم مازاد مصرف کننده آشنا شدیم، با مفهوم تمایل به پرداخت آشنا شدیم و حالا میدونیم که یعنی چی. اگر بهمون بگم مازاد مصرف کننده، میدونیم که هر کسی یه قیمتی تو ذهنش داره، یه قیمتی هم قیمت بازاره که واقعا باید بده. حالا تفاوت قیمت ذهنی و قیمت بازار میشه سود مصرف کننده یا مازاد مصرف کننده. حالا که مفهوم مازاد رو یاد گرفتیم، میخوایم ببینیم که این مفهوم چه ارتباطی با منحنی تقاضا داره. خب یادتون هست که ما گفتیم هر خریدار یه تمایل به پرداخت داره. حالا اگر که ما بیایم این تمایل به پرداخت ها رو روی محور عمودی که همون خط قیمتمون بود، قبلا هم راجع بهش صحبت کرده بودیم، قرار بدیم، اون وقت دوستان من با استفاده از جدولی که بهمون داده خیلی راحت میتونیم منحنی تقاضا رو رسمش کنیم. دوستان اگر که قیمت بالاتر از $100 باشه، چه کسی این آلبوم رو تقاضا میکنه؟ هیچ کس. درسته؟ ما بالاترین قیمتی که اینجا پیشنهاد داده بودن تیلور بود و $100 بود دیگه. یعنی اون حاضر بود $100 تو ذهنش بابت این آلبوم بپردازه. یعنی هیچ کسی نیست که آلبوم رو $101 بخره. قبول داریم؟ بنابراین شما میبینید که برای قیمت‌های بالای $100 تقاضا صفره. حالا بین 80 تا $100 فقط تیلوره که حاضر این آلبوم رو بخره. بنابراین بین اینا میبینید که بین این 2 تا قیمت منظورمه، میبینید که فقط یک تقاضا وجود داره. حالا همینجور این توضیحات من رو تعمیم بدین و ادامه بدین تا نفر آخر. خب این همون چیزیه که جدول تقاضا به ما داد، منحنی تقاضا به ما داد. منتها اینجا یه مفهوم جدیدی رو میخواد به ما آموزش بده و اون مارجینال بایر یا خریدار نهایی هست. منظورمون از خریدار نهایی کسی هست که در آستانه انصراف از خرید قرار داره. در آستانه انصراف از خرید یعنی اگر که قیمت یه ذره بره بالا، اولین کسی که بازار رو ترک میکنه ایشونه. حالا شما ببینید وقتی که ما 4 تا تقاضا برای این آلبوم داریم، گاگا کمترین تمایل رو به پرداخت داره که $50. پس خریدار نهایی ایشون هست. یعنی قیمت یه ذره که از 50 بره بالا، یعنی 50.01 شما در نظر بگیرید، ایشون بازار رو ترک میکنه. بنابراین میخواد به ما بگه که ارتفاع منحنی تقاضا توی هر نقطه‌ای که ببینید نشون دهنده تمایل به پرداخت اون مارجینال بایر یا خریدار نهایی هست. حالا که این مفهومم یاد گرفتیم، نمودارم دیدیم، میخوایم ببینیم که مازاد مصرف کننده رو با منحنی تقاضا چطور به دست بیاریم. دوستان عزیز من، اگر که بخواین مازاد مصرف کننده رو با استفاده از منحنی تقاضا به دست بیارین، فوق‌العاده راحته. شما یه خط قیمت دارین، یه منحنی تقاضا. حالا مساحتی که بین خط قیمت و منحنی تقاضا هست داره به شما مازاد مصرف کننده رو میده. یعنی میایین بالای خط قیمت و پایین منحنی تقاضا رو در نظر بگیرید. هر ناحیه‌ای که بود میایین مساحتش رو به دست بیارید. این خیلی راحت به شما مازاد مصرف کننده رو میده. درسته؟ توی قسمت A این نمودار شما دارید میبینید که یه مستطیل دارید، طول و عرضش رو دارید میبینید. مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض، 20 ضرب در 1 برابر با 20. دقیقاً همون چیزی که تو تعریف گفتیم. تیلور حاضر بود $100 بده، $80 داد، $20 شد سودش یا مازاد مصرف کننده. اینجا نمودارم داره به ما همون $20 رو نشون میده. قسمت B نمودار رو ببینید لطفاً. اینجا 2 نفر هستن که آلبوم رو میخرن.
خب دوستان، وقتی که 2 نفر شدن دیدین قیمت اومد پایین تر. قیمت که بیاد پایین تر مازاد مصرف کننده افزایش پیدا میکنه. از نظر تعریفی که خدمتون عرض کردم تعریف همونه. یعنی شما اگر بخواین مازاد مصرف کننده رو از روی نمودار به دست بیارین، شما میان میگین که مساحتی که بالای خط قیمت و پایین منحنی تقاضاست، زیر منحنی تقاضاست. یعنی از نظر تعریف همونه. منتها اینجا که میبینید اومده 3 بخش رو نشون داده، میگه ببین مازاد مصرف کننده اول که همون $20 بود، حالا که قیمت اومد پایین $10 دیگه اضافه شد، مازاد تیلور شد $30، مازاد کری هم که $10 و اینا رو ما میتونیم با هم دیگه جمع کنیم. ما بعداً توی درس اقتصاد خرد مازاد مصرف کننده رو میگیم، مازاد تولید کننده رو میگیم، ازشون مسئله حل میکنیم. مسئله های خیلی خوبی هست که این بحث برامون کاملا جا میفته، ولی توی درس اصول علم اقتصاد فقط میخواد یه بک‌گراندی رو تو ذهن ما بشونه و بعد ما رو دقیق‌تر وارد این مباحث کنه و ما عمیق‌تر یاد بگیریم. بنابراین اینجا اگر میگذری من این قول رو به شما میدم که ما بعداً روی این مباحث عمیق میشیم و ازشون مسئله حل میکنیم. پس اینجا داره به ما میگه ببین وقتی که قیمت میاد پایین‌تر این ناحیه بزرگتر میشه، رضایت خریدارا بیشتر میشه، رفاهشون بیشتر میشه و این دقیقاً همون چیزی هست که داره به ما کمک میکنه که ما بفهمیم چرا قیمت تعادلی یک نتیجه کارآمد و مطلوب برای جامعه ایجاد میکنه. خب حالا ما میخوایم ببینیم که وقتی که قیمت یک کالا کاهش پیدا میکنه رفاه خریدارها چطور تغییر میکنه. دیدین توی مثال قبلی قیمت از 80 به 70 کاهش پیدا کرد، ما دیدیم که رفاه مصرف کننده افزایش پیدا کرد. ولی اینجا اومده حالت کلی رو در نظر گرفته. مگر ما قبلا منحنی تقاضا رو با هم یاد نگرفته بودیم؟ مگه شکلش رو ندیده بودیم؟ خب اینجا میگه ببین ما منحنی تقاضامون رو که داریم میخوایم ببینیم وقتی که قیمت پایین میاد رفاه خریدار چطور تغییر میکنه. خب ما قبلا تعریف مازاد رو گفته بودیم و گفته بودیم که چطور میتونیم مازاد مصرف کننده رو از روی نمودار به دست بیاریم. اینجا هم دوباره همونه تکرار میکنیم و با هم دیگه میبینیمش. قسمت A نمودار رو ببینید. من گفتم که برای این که شما مازاد رو از روی نمودار به دست بیارید میگین که بالای خط قیمت پایین منحنی تقاضا. اینجا شما دارید مثلث ABC رو میبینید، درسته؟ پس این مازاد مصرف کننده است. حالا چی میخواد به ما بگه؟ میگه فرض کنید که قیمت شما از P1 کاهش پیدا کرده به P2. دوستان عزیز من بازم تعریف ما همونه، تعریف فرق نمیکنه. اینجا که این شکل رو کشیده میخواد به ما یه مفهومی رو بگه که من خدمتون توضیح میدم، ولی اگر که شما شکل دوم رو هم ببینید و بخواین مازاد مصرف کننده رو به دست بیارید میاد میگین بالای خط قیمت، یعنی خط قیمت هم الان P2 دیگه، بالای P2 و زیر منحنی تقاضا، یعنی مثلث ADF مازاد مصرف کننده شما در حالتی هست که قیمتتون به P2 کاهش پیدا کرده. منتها میگه ببین این دوتا مثلث اگر که من نگاهشون کنم تفاوتشون توی این ناحیه‌ای هست که بهشون اضافه شده. یعنی این مثلث زردی که دارین توی قسمت ب میبینین همون آبیه که تو قسمت الف بود، منتها یه مستطیل و یه مثلث به این مازاده اضافه شده. اینا رو میخواد به ما اینجا درسشو بگه و آموزش بده. میگه ببین وقتی که قیمت میاد پایین 2 تا اتفاق مهم میفته. یکیش اینه که خریدارای قبلی سود بیشتری میبرن. خریدارای قبلی افرادی هستن که قبلا هم کالا رو میخریدن. من یه لحظه برگردم به مثال قبل. نگاه کنین دوستان، اینجا تیلور کسی هست خریدار قبلیه، یعنی تو حالتی که $80 هم بود میخرید، الان $70 شده میخره ولی سودش بیشتره. میخواد به ما بگه ببین این ناحیه مستطیلی BCED مساحتی هست که داره به ما میگه خریدارای قبلی سود بیشتری میکنن، داره سود خریدارای قبلی رو نشون میده. و این مثلثی که دارین اینجا کنارش میبینین این داره میگه که خریدارهای جدید وارد بازار شدن و این مثلث CFE
داره سود خریدارهای جدید رو نشون میده یا مازاد مصرف کننده های جدید رو نشون میده. پس داره به ما میگه ببین وقتی که قیمت کاهش پیدا میکنه مازاد ما افزایش پیدا میکنه و این افزایش دو بخش داره. سود بیشتر خریدارای قبلی مستطیل به CED و سود خریداران جدید مثلث CFE. درسته؟ پس اینجا داره به ما میگه، یعنی این تحلیل داره به ما نشون میده که کاهش قیمت رفاه مصرف کننده ها رو افزایش میده و این افزایش قابل اندازه گیریه و داره به ما میگه ببین وقتی قیمت میاد پایین به نفع خریداراست. ما هم داریم میبینیم دیگه رو نمودار به ما مشخص کرده که قیمت پایین به نفع خریداراست. خیلی خوب، پس تا اینجا میگه ببین حالا که قابل اندازه گیری هست مازاد مصرف کننده، پس مازاد مصرف کننده ابزاری هست برای سنجش رفاه مصرف کننده. مگر دوستان من مازاد مصرف کننده، مگه ما اون اول جلسه که بحث رو شروع کردیم نگفتیم میخوایم ببینیم خریدار چه سودی به دست می آورد؟ آره، حالا این مازاده همون سود خریداره، همون رفاه مصرف کننده است. حالا دوستان عزیز من میخوایم ببینیم مازاد مصرف کننده که داریم راجع بهش صحبت میکنیم معیار خوبی هست برای سنجش رفاه یک جامعه یا نه. دیدین قبلا گفتیم که مازاد مصرف کننده برابر است با اون مقدار پولی که خریدار مایل به پرداختش هست منهای قیمتی که واقعا میپردازه. حالا هرچی این اختلاف بیشتر باشه خریدارم احساس میکنه سود بیشتری کرده، خوشحالتره، حالش بهتره. حالا شما فرض کنید که یک سیاستگزاری هستید، میخواین تصمیم گیری کنید که چی به نفع جامعه است. حالا اگر که بخواین منافع جامعه رو در نظر بگیرید به نظرتون باید به مازاد مصرف کننده توجه داشته باشید یا نه؟ توی بیشتر مواقع جواب ما بله است. میگیم بله که باید توجه داشته باشه، چون مازاد مصرف کننده همون رضایتی است که مصرف کننده ها احساس میکنن. پس هرچی که مصرف کننده ها راضی تر باشن مازاد مصرف کننده بیشتره. مازاد مصرف کننده که بیشتر بشه یعنی رفاه اقتصادیش بالاتره. ولی یه نکته خیلی مهم هست که اینجا باید در نظرش بگیریم. یه وقتایی ترجیح‌های مردم قابل اعتماد نیست. یعنی مردم ممکنه که انتخابی کنن که به نفع خودشون نباشه. کتاب یه مثالی رو آورده، گفته مثلا افراد معتاد رو که شما در نظر بگیرید اینا حاضرن پول خیلی زیادی بابت مواد مخدر بدن. حالا اگر قیمت مواد مخدر بیاد پایین قبول دارید که مازاد مصرف کننده فرد معتاد زیاد میشه؟ حالا که مازاد فرد معتاد زیاد شد این یعنی رفاه جامعه رفته بالاتر؟ نه، معلومه که نه. توی همچین مواردی تمایل به پرداخت دیگه معیار خوبی برای رضایت نیست، چون که انتخاب فرد عقلایی نیست، انتخاب فرد آگاهانه نیست. پس مازاد مصرف کننده رفاه واقعی رو نشون نمیده. ولی توی اغلب بازارها، مثلا شما بازار خرید کتاب رو در نظر بگیرید، بازار خرید لباس رو در نظر بگیرید، غذا رو در نظر بگیرید، فرض بر اینه که افراد عقلایی هستند، میدونن چی براشون خوبه. درسته؟ توی این حالت مازاد مصرف کننده بهترین معیار رفاهه و میتونیم از این معیار برای ارزیابی تصمیم‌های اقتصادی استفاده کنیم. پس در نتیجه چیزی که حالا گفتیم و میخوایم نتیجه گیری کنیم اینه که مازاد مصرف کننده وقتی معیار خوبی برای رفاه هست که ما فرض کنیم مردم عقلایی و آگاهانه انتخاب میکنن. اگر انتخاب افراد به ضرر خودشون باشه، مثلا مثل اعتیادی که مثال زدیم، این معیار دیگه اعتبار نداره. حالا میخوایم بریم سمت دیگه بازار رو ببینیم. میخوایم بریم سراغ فروشنده ها. توی بخش قبلی گفتیم که خریداران وقتی که قیمتی کمتر از تمایلشون باشه مازاد میگیرن. حالا اینجا میخوایم بگیم که فروشنده ها از معامله چه سودی به دست میارن. ما سود فروشنده ها رو مازاد تولید کننده میگیم. خب برای اینکه مفهوم مازاد تولید کننده برامون جا بیفته کتاب یه مثال خوبی رو زده.
گفته فرض کنید شما یه خونه ای دارید، میخواین این خونه رو نقاشی کنید. خب 4 تا نقاش اومدن که میگه ما این کار رو برات انجام میدیم. هر نقاش یه هزینه ای داره دوستان. هزینه ای که داریم راجع بهش صحبت میکنیم هم هزینه پولیه هم ارزش زمانه. ببینید فرض کنید نقاش اول رفته رنگ آلفا رو گرفته، خب رنگش ممکنه گرونتر باشه. نقاش دوم رنگ بتا رو گرفته، ممکنه مثلا کیفیت رنگش پایینتر باشه و ارزونتر باشه. بنابراین قبول دارید که هزینه نقاشا با هم دیگه متفاوته. خب این حالا هزینه پولیشونه. هزینه فرصت هم اهمیت داره، یعنی اگر اینجا کار نکنن چه کاری میتونن انجام بدن، کجا میتونن کار کنن، چقدر پول میتونن به دست بیارن. بنابراین وقتی هزینه رو داریم در نظر میگیریم ارزش زمانی رو هم باید لحاظ کنیم. خب اینجا میخواد به ما بگه که هزینه‌ای که اینجا اعلام میشه حداقل قیمتی هست که نقاش حاضر کار رو تو اون قیمت انجام بده. حالا اگر که من صاحب خونه اومدم یه قیمتی بیشتر از هزینه بهش پیشنهاد دادم، نقاش راضی میشه اون کار رو انجام بده. مثلا دوستان من فرض کنید که نقاش رفته رنگ خریده، سنباده خریده، قلممو خریده، اینا رو خریده، هزینه‌اشو حساب کرده، میگه که من $500 هزینه کردم. بنابراین برای اینکه من کار رو قبول کنم باید یه چیزی بیشتر از $500 به من پیشنهاد بشه. درسته؟ پس اگر که قیمت بیشتر از هزینه باشه اون وقته که نقاش راضی میشه اون کار رو انجام بده. بنابراین وقتی که راجع به مازاد تولید کننده صحبت میکنیم، یعنی اون پولی که تولید کننده داره دریافت میکنه، پولی که نقاش داره دریافت میکنه، منهای هزینه های تولید، منهای هزینه‌ای که برای انجام کار داشته. درست شد؟ پس مازاد تولید کننده مفهومش برامون ملموس و قابل درکه. اگر که یه قیمتی به این نقاش پیشنهاد بدیم که کمتر از هزینه هاش باشه، معلومه که قبول نمیکنه. دوستان من نقاش مثلا $500 هزینه کرده، وسایلش رو خریده. حالا من بگم که من اگر که $400 میای خونه رو رنگ کنی، اوکی، خب معلومه که نمیاد. ببینید چون که قیمتی که من دارم بهش پیشنهاد میدم خیلی کمتر از هزینه هاش هست. خیلی خوب. حالا اگر که این کار رو به مناقصه بذاره اون صاحب خونه، کسی برنده میشه که کمترین هزینه رو برای انجام این کار داره. درسته؟ پس اینجا فروشنده ها که همون نقاش ها هستن رو توی این جدول آورده، هزینه ها رو آورده که من هزینه ها رو خدمتون توضیح دادم، هم هزینه پولیه هم هزینه فرصته. حالا دوستان عزیز من، اندی حاضره که با $500 این کار رو انجام بده. حالا توی این مناقصه با $600 برنده میشه. پس قبول دارید که مازاد تولید کننده، مازاد اندی برابر است با پولی که دریافت میکنه، یعنی $600 منهای هزینه‌ای که کرده $500، یعنی $100 مازاد تولید کننده است، مازاد اندی هست. درسته؟ امیدوارم تونسته باشم این مفهوم رو منتقل کنم. حالا دوستان من، اگر 2 تا خونه برای رنگ کردن وجود داشته باشه، این دفعه 2 تا نقاش انتخاب میشن و مناقصه ادامه پیدا میکنه که 2 نفر انتخاب بشن. اینجا اندی و پابلو فرض کنید که کار رو با $800 بپذیرن. بقیه نقاشا که هزینه‌شون بالاتره از این دور به اصطلاح خارج میشن. دوستان من، مازاد اندی چقدره اینجا؟ $800 دریافتیه، یعنی یه نفر بهش گفته ببین من $800 میدم این خونه رو رنگ کن، خودش $500 هزینه کرده. دریافتی منهای هزینه میشه مازاد اندی. برای پابلو دریافتیش 800، هزینهش 600، دریافتی منهای هزینه که $200 هست میشه مازاد پابلو. پس شما اگر بخواید مازاد تولید کننده رو تو این حالت به دست بیارین، میایین مازاد اندی رو به اضافه مازاد پابلو میکنید و مازاد تولید کننده رو به دست میارین. خب حالا دقیقا مثل اون کاری که برای مازاد مصرف کننده خدمتون عرض کردم، اینجا برای مازاد تولید کننده هم انجام میدیم. دیدین اونجا اومدیم مازاد مصرف کننده رو از منحنی تقاضا به دست آوردیم. اینجا میایم مازاد تولید کننده رو از منحنی عرضه به دست میاریم. دوستان خیلی راحته، یعنی راحتیش به این دلیل که شبیه همونه.
مثلا دوستان من، ما اومدیم قیمت‌های رو یعنی هزینه ها رو روی محور عمودی گذاشتیم، عرضه رو روی محور افقی گذاشتیم. حالا دوستان، اگر که قیمتی که به نقاش ها پیشنهاد میدیم از 500 کمتر باشه، هیچ عرضه‌ای وجود داره؟ هیچ کسی میاد اون خونه رو نقاشی کنه؟ نه. چون ببین طرف 500 میلیون، 500 دلار، 500 هزار تومان، هرچی که میگین، 500 واحد هزینه کرده، نمیتونه با 400 کار کنه، چون که هزینه هاش هم جبران نمیشن. درسته؟ بنابراین شما دارین توی نمودار میبینید که اگر قیمت کمتر از 500 دلار باشه، هیچ عرضه‌ای برای این کار وجود نداره. حالا اگر بین 500 و 600 باشه، مثلا اندی این کار رو انجام میده، یک عرضه وجود داره به اصطلاح، و همینطور تا آخر. من دیگه توضیح اضافه نمیدم، این رونده ادامه پیدا میکنه و منحنی عرضه رو ما میتونیم از روی هزینه تولید کننده ها به دست بیاریم. اینجا هم ما یه مفهوم فروشنده نهایی یا مارجینال سلر داریم. دیدین اونجا مارجینال بایر داشتیم؟ فروشنده‌ای که بالاترین هزینه رو بین افراد داره، همون فروشنده‌ای هست که اگه قیمت یکم بیاد پایین، بازار رو ترک میکنه، از اون مناقصه خارج میشه. ما به اون میگیم فروشنده نهایی. مثلا وقتی که ما 4 واحد عرضه برای 4 نفر هستن که این کار رو عرضه کنن، شما دارین میبینید که آخرین نقاش هزینهش 900 دلاره. پس قیمت اگه یه ذره از 900 دلار بیاد پایینتر، این نقاش بازار رو ترک میکنه و میره. و این دقیقاً همون چیزیه که ارتفاع منحنی عرضه داره توی هر نقطه به من نشون میده. یعنی ارتفاع منحنی عرضه هزینه فروشنده نهاییه. حالا بخوایم ببینیم که چطور ما مازاد تولید کننده رو از روی نمودار به دست بیاریم، باز هم خیلی راحته. دقیقاً مثل مازاد مصرف کننده است. مازاد تولید کننده خیلی راحته. ببینید ما برای اینکه مازاد تولید کننده رو به دست بیاریم، بازم میگیم که ناحیه‌ای که بین خط قیمت و منحنی عرضه است، اونجا دیدین میگفتیم پایین منحنی تقاضا و بالای خط قیمت. اینجا شما نمودار رو ببینیم باهاتون حرف میزنه، میگه بالای منحنی عرضه و پایین خط قیمت. درسته؟ و بازم داره به ما نشون میده مثلا اگر ما به جای یه خونه 2 تا خونه داشته باشیم، اون وقت مازاد تولید کنندمون افزایش پیدا میکنه و این افزایشی که نسبت به قسمت A نمودار دارید میبینید 2 تا ناحیه است. میبینید که یه ذره نارنجیه رو یا گلبهیه رو پررنگ‌تر کشیده. داره میگه ببین یه مقداری از این مازاده برای نقاش اوله و اون قسمت گلبهی که پررنگ‌تره برای نقاش دومه. حالا دوستان من، ما اینو میتونیم همینجا به حالت کلی نشون بدیم. یعنی منحنی عرضه ما منحنی باشه که یادش گرفتیم، قیافش یا شکلش همون شکل عادی باشه که قبلا هم دیده بودیم منحنی عرضه ما چه شکلی داره. حالا میگه ببین وقتی که میخوایم مازاد تولید کننده رو به دست بیاریم، تعریف همونه: پایین خط قیمت بالای منحنی عرضه. یعنی مساحتی که پایین خط قیمت و بالای منحنی عرضه است، اینجا داره به ما مازاد تولید کننده رو نشون میده. حالا میخواد بگه ببین اگر قیمت بره بالاتر، مازاد تولید کننده افزایش پیدا میکنه. اینجا قیمت از P1 رفته به P2. دوستان عزیز من، وقتی که قیمت میره بالاتر، یعنی فروشنده داره بیشتر دریافت میکنه. مثل اونجایی که به جای مثلا 600 دلار 800 دلار بابت نقاشی خونه میدادن به اندی. درسته؟ پس دریافتی فروشنده داره بیشتر میشه. منتها اینجا هم مثل مازاد مصرف کننده که اومدیم 2 تا ناحیه رو معرفی کردیم، میخواد بگه که ببین این مستطیل و مثلثی که اضافه شده میخواد به ما بگه این 2 تا چی هستن. پس مازاد تولید کننده مثل مازاد مصرف کننده است. داره به ما میگه که فروشنده ها چقدر سود به دست آوردن و اینا هم دقیقاً
توضیحش همون توضیحاتی هست که من قبلا خدمتتون عرض کردم. یعنی ما مازاد تولید کنندمون توی حالت ب مثلث ADF هست و شما اگر مثلث ADF رو با مثلث ABC توی قسمت A نمودار مقایسه کنید، میبینید که این مثلث جدیده 2 تا ناحیه بهش اضافه شده که این مستطیل و اون مثلث است که مستطیل داره منافع فروشنده قبلی رو میگه و مثلث سود یا منافع اون فروشنده‌ای که جدیداً به واسطه قیمت بالاتر به این بازار اضافه شده. درسته؟ پس ما تا اینجا یاد گرفتیم که مازاد تولید کننده چی هست، مفهومش رو یاد گرفتیم، مازاد مصرف کننده مفهومش یاد گرفتیم و یاد گرفتیم چطور از روی شکل بتونیم مازاد تولید کننده و مازاد مصرف کننده رو به دست بیاریم. حالا وارد یه بخش دیگه میشیم. یه سوال اقتصادی مهم رو میخوایم بررسی کنیم. میخوایم ببینیم که آیا بازار آزاد خودش میتونه به بهترین حالت ممکن برسه؟ اقتصاددان ها برای اینکه این موضوع رو بررسی کنن و ببینن که آیا بازار کارایی داره، میان یه شخصیت خیالی رو معرفی میکنن. برنامه ریز اجتماعی خیرخواه. حالا برنامه ریز اجتماعی خیرخواه کیه؟ یک حکمران دانا هست، یک حکمران مهربان هست. دانا یعنی همه چیزو میدونه، قدرت کامل داره. مهربونه یعنی یه هدفی داره، هدفش اینه که بیشترین رفاه رو برای جامعه به ارمغان بیاره. حالا سوال اینه، اگه یه حکمرانی دانا و مهربان هست، یعنی قدرت کامل داره، همه چیزو میدونه، هدفش هم رفاه جامعه است، آیا اون باید تو بازار دخالت کنه یا توی بازار دخالت نکنه؟ معیار این برنامه ریز که داریم اینجا معرفی میکنیم میخوام ببینیم چیه. اقتصاد به ما میگه ببین، اگر که تو مازاد تولید کننده و مازاد مصرف کننده رو با هم جمع کنی، اینجا رفاه جامعه به دست میاد. یعنی سودی که خریداران میبرن و سودی که تولید کننده ها میبرن، ما بهش میگیم مازاد کل. حالا این مازاد کل رو مگه نمیگیم جمع مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده است؟ بنابراین اگر شما بیاین تعریف مازاد مصرف کننده رو بنویسین، ارزشی که خریدار برای کالا قائل هست منهای قیمتی که واقعا پرداخت میکنه، مازاد تولید کننده رو هم بنویسین، قیمتی که دریافت میکنه منهای هزینه های تولید. اون وقت قبول دارین که قیمت پرداختی مصرف کننده با قیمت دریافتی تولید کننده یکی هن. بنابراین این قیمتی که دریافت میکند و قیمتی که پرداخت میکند و با هم ساده کنید، مازاد کل میشه ارزش کالا برای خریداران منهای هزینه تولید کننده ها. بنابراین اگر که مازاد کل حد اکثر باشه، اون وقت ما نتیجه میگیریم که تخصیصمون کارا هست. درسته؟ پس اگر بخوایم مفهوم کارایی رو بگیم و بگیم که آیا این بازار کارآمد هست، باید ببینیم آیا مازاد کل توی این بازار حد اکثر هست یا نه. اگر مازاد کل حد اکثر باشه، ما میگیم بازار کارا هست. دوستان من، وقتی که کارایی وجود نداره، یعنی منابع درست تخصیص پیدا نکردن. حالا میخوایم 2 نمونه از ناکارایی بازار رو مثال بزنیم. فرض کنید که تولید توسط تولید کننده ای انجام میگیره که هزینه‌اش بیشتر از بقیه است. خب اینجا برای اینکه مازاد کل افزایش پیدا کنه، باید تولید رو به شرکتی بدن، به فردی بدن که کم هزینه تر. دوم، مثلا کالا به کسی برسه که ارزش کمتری برایش قائله. درسته؟ حالا اگر که بیان کالا رو به کسی بدن که ارزش بیشتری برای این کالا قائل باشه، اون وقته که منافع جامعه بیشتر میشه، سود جامعه بیشتر میشه. مسئله دیگه ای که اینجا باید بهش توجه کنیم ولی خیلی کاری بهش نداریم، فقط اینجا مورد توجهمون قرار میگیره، بعداً راجع بهشون صحبت میکنیم، مسئله عدالته. یادتون میاد توی فصل اول خدمتون گفتیم که
وقتی که راجع به کارایی صحبت میکنیم یعنی اندازه کیک. وقتی که راجع به عدالت صحبت میکنیم یعنی این که کیک چطور بین افراد تقسیم بشه. توی این فصل ما تمرکزمون روی کاراییه، روی عدالت نیست. ما میخوایم ببینیم آیا تعادل بازار از نظر رفاهی بهترین حالت رو داره یا نه. درسته؟ پس اینجا چیزی که برای ما مهمه مازاد کله که من اینجا تعریفش رو خدمتون آوردم. ارزش کالا برای خریدارها، منهای هزینه تولید کننده ها و مازاد کل که مجموع مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده هست، یک معیاری برای سنجش رفاه کل جامعه است و میخواد به ما بگه ببین حتی اگر یه حکمرانی دانا باشه، عاقل باشه و خیر جامعه رو بخواد، نیازی نیست که توی بازار دخالت کنه. خب یعنی میخواد بگه که بازار خودش کار درست رو انجام میده. اگر تعادل بازار ناکارا بود، اون وقتی که برنامه ریز اجتماعی باید دخالت کنه. تعادل بازار ناکارا بود یعنی چی؟ یعنی تولید رو به کسی دادیم که هزینه‌های تولیدش بالاتره. یعنی من یه کارخونه میشناسم، یه فردی رو میشناسم که این کالا رو داره با هزینه کمتری تولید میکنه. اگر من دادم به تولید کننده که هزینهش بالاتر تولید کنه، اون وقت تعادل بازار من تعادل ناکارایی هست و اینجا است که برنامه ریز باید دخالت کنه و توی بازار مداخله کنه. نتیجه‌ای که اقتصاددان‌ها همیشه بهش میرسن اینه که توی بازار رقابتی آزاد تعادل بازار بیشترین مازاد کل رو داره. وقتی که میگیم تعادل بازار بیشترین مازاد کل رو داره یعنی خریدارانی که بیشترین ارزش رو برای کالا قائلن کالا رو دریافت میکنن، از اون طرف فروشنده هایی که کمترین هزینه رو برای تولید کالا دارن کالا رو تولید میکنن. یعنی میخواد به ما بگه که ببین تعادل بازار بهترین نقطه است و این دقیقا همون چیزی که قبلا هم گفتم. آدم اسمیت اسمشو گذاشته بود دست نامرئی بازار، اینویزیبل هند. یعنی بدون نیاز به دخالت دولت، نیروهای بازار خودشون منابع رو به بهترین شکل تخصیص میدن. یعنی میگه ما نیاز به دخالت برنامه ریز اجتماعی نداریم، حتی اگر قدرت زیادی داشته باشه، حتی اگر مهربون باشه و حتی اگر قصدش این باشه که منافع جامعه رو حد اکثر کنه. میخواد بگه که بدون نیاز به دخالت هیچ فردی، نیروهای بازار خودشون منابع رو به بهترین شکل تخصیص میدن. البته یه هشداری هم داره که من هشدار رو بعد از این مثالی که کتاب آورده خدمتون توضیح خواهم داد. کتاب اومده یه مثال واقعی رو مطرح کرده که به ما نشون بده وقتی که راجع به کارایی بازار صحبت میکنیم این بحث خیلی هم ساده نیست. یعنی کارایی چیزی نیست که ما همیشه دنبالشیم. مثلا مباحث اخلاقی مهمه، عدالت مهمه و ما قبلا دیده بودیم که عدالت و کارایی در تضاد با هم دیگه قرار میگیرن. یعنی یه سیاست‌هایی هستن تو جامعه که میخوان عدالت رو زیاد کنن، از اونور کارایی رو کاهش میدن. یه سیاست‌هایی که میخوان کارایی رو زیاد کنن باعث میشن که عدالت تو اون جامعه کاهش پیدا کنه. اومده یه مثالی رو زده. عنوان این مطالعه هست آیا باید یه بازاری برای اعضای بدن وجود داشته باشه یا نه؟ سوالش اینه. بعد مثال رو شروع کرده و خواننده رو میخواد با خودش همراه کنه. گفته فرض کنید یه مادری میخواد به پسرش کلیه بده. خب ولی وقتی آزمایش‌ها رو انجام میدن میبینن که کلیه مادر به کلیه فرزند نمیخوره، نمیخونه، نمیتونه بدنش او کلیه مادر رو بگیره. خب پزشک یه پیشنهادی میده، میگه ببین مادر بیاد کلیهش رو به یه فرد غریبه اهدا کنه، پسرش که تو لیست انتظار کلیه هست میاد بالا یه نفر، این سریعتر به کلیه میرسه. درسته؟ مادر قبول میکنن، نتیجهش هم میشه که خب مادر کلیهش میده به فرد دیگه، این پسر تو لیست انتظار میاد بالاتر و زودتر میتونه کلیه رو بگیره و نجات پیدا کنه. تا اینجا ممکنه بگین که خب همه چیز خوب و انسانیه دیگه، ولی بعد از اینکه شما اینو میخونین ممکنه سوالاتی تو ذهنتون مطرح بشه. اگه مادر میتونه کلیهش رو تبادل کنه، مبادله کنه، آیا میتونه اون کلیه رو بفروشه؟ آیا میتونه مثلا در ازای کلیه
بیاد مثلا شهریه دانشگاه پسرش رو بده، میتونه کلیهش رو مثلا بفروشه بره یه ماشین نو بخره. ببینید دوستان، در حال حاضر فروش اعضای بدن توی بیشتر کشورها غیر قانونیه. مثلا اینجا که این مثال کلیه رو زدیم، قیمت توی بازار کلیه صفره. این یعنی یک پرایس سلینگ یا سقف قیمتی اجباری. نتیجه اقتصادی سقف قیمتی یادتونه چی بود؟ وقتی که قیمت صفره، تقاضا خیلی زیاد میشه، مردم حاضر نیستن کلیه‌هاشون رو مجانی بدن، عرضه خیلی کم میشه و وقتی که سقف قیمتی توی بازاری باشه، نتیجهش کمبود شدیده. بنابراین هر سال هزاران نفر تو صف انتظار کلیه میمونن و میمیرن دیگه. واقعیتیه که داریم میبینیم. حالا اقتصاددان ها چی میگن؟ اقتصاددان ها میگن اگر بازار آزاد باشه و خرید و فروش آزاد باشه، افرادی که 2 تا کلیه سالم دارن میتونن یکیشو بفروشن، وضع مالیشون بهتر بشه. بیمارانی هم که خب حالا تو صف انتظار کلیه هستن، زندگیشون نجات پیدا میکنه، کمبود از بین میره، بازار به تعادل میرسه و این نتیجه از نظر اقتصادی کارا هست. خب ولی دوستان من، مخالفان میگن که این یک بازار غیر عادلانه است. یعنی بازار کارا هست، کمبود از بین رفته، بیمارانی که مثلا تو صف انتظار بودن به کلیه رسیدن و میتونن به زندگی عادیشون ادامه بدن. ولی مخالفان اقتصاددانایی که این حرف میزنن میگن این بازار خیلی غیر عادلانه است. چرا غیر عادلانه است؟ چون که افراد ثروتمند میتونن کلیه رو بخرن، افراد فقیرم مجبورن برای زندگیشون و حالا هر کاری که دارن، مثلا چه میدونم خودرو، خونه و نمیدونم شهری دانشگاه بچه‌هاشون، بیان اعضای بدنشون رو بفروشن و این خیلی غیر عادلانه است. ببینید دوستان من، این مسائلی نیست که مثلا من توی یه جلسه بشینیم با هم دیگه نظر بدیم و به یه نتیجه برسیم. اینا به بحث‌های کارشناسی نیاز داره. یعنی منم الان اگه یه نفر بگه نظر تو چیه، من واقعا هیچ نظری راجع به این موضوع ندارم. منتها بعد از اینکه نظر مخالفان تو این کتاب مطرح شده و میگه این بازار غیر عادلانه است، چرا که خب افراد ثروتمند میتونن اعضای بدن افراد فقیر رو بخرن و این واقعا خیلی غم انگیز و غیر عادلانه است. ولی یه سوال دیگه هم کتاب اومده مطرح کرده، میگه باشه قبول، غیر عادلانه است این که مثلا بازار اعضای بدن وجود داشته باشه، ثروتمندا بخرن و افراد فقیر مجبور باشن مثلا اعضای بدنشون رو بفروشن. ولی میگه آیا این عادلانه است که کسایی که یک کلیه اضافی سالم دارن زندگی کنن ولی یه سری افراد بیمار باشن که به خاطر مثلا ناراحتی‌های کلیوی این دنیا رو ترک کنن و بمیرن؟ آیا این عادلانه است؟ من نظری ندارم، شما حالا میتونید راجع بهش فکر کنین و نظرتون رو بدین. خیلی مسئله پیچیده‌ایه از نظر من، ولی چیزی که ما میخوایم اینجا یاد بگیریم اینه که موضوع بازار اعضای بدن یه مثالیه، یه نمونه‌ایه که کارایی و عدالت در تضاد با هم قرار میگیرن. ما قبلا هم توی فصل 1 مثالهایی رو خدمتون عرض کردیم که کارایی و عدالت در تضاد با هم دیگه قرار میگرفتن. مثال دیگه ای رو کتاب اومده زده راجع به اسکالپینگ. اسکالپینگ یعنی این که افراد بیان بلیت یک رویداد رو با یک قیمت اصلی، یک قیمت کمتری بخرن، بعد اون بلیت رو به قیمت خیلی خیلی بالا بفروشن. یه چیزیه که حتما باهاش مواجه شدین. حالا این رویداده میتونه یه تئاتر باشه، میتونه کنسرت باشه، هر چیزی که در نظر بگیرید. کتاب مثالی رو زده، گفته که مثلا نمایش هامیلتون قیمت روی بلیت $189 بود. اسکالپرز ها بلیت رو خریدن، $189 فروختن $1000. میگه مردم بعضیاشون و حتی برخی از سیاستمدارا فکر میکنن که خیلی کار مثلا نادرستیه و این یه نوع سوء استفاده است. ولی اقتصاددانان اعتقادشون بر اینه که اسکالپینگ کلاهبرداری نیست. چرا به نظرتون کلاهبرداری نیست؟ چون اقتصاددانان میگن ببین، اسکالپینگ فقط وقتی اتفاق میفته که تقاضا برای یک رویداد خیلی بیشتر از عرضه باشه.
و قیمت بالای بلیت به این دلیل نیست که اسکالپرز ها میان بلیت ها رو میخرن، به این دلیل قیمت بالا اتفاق میفته که کمبود تو این بازار وجود داره، تقاضای زیاد وجود داره. اسکالپرز ها میان از نرم افزارها و ربات ها استفاده میکنن که بلیت ها رو خیلی سریعتر بخرن، بعد میان اونا رو با قیمت خیلی بالاتر توی بازار میفروشن. اقتصاددان ها نظرشون اینه، میگن اسکالپرز ها در واقع دارن کمک میکنن که بلیت به دست کسایی برسه که ارزش بیشتری براش قائلن. یعنی کسی که خیلی علاقه داره حالا به اون رویداد و حاضره که اون بلیت رو گرونتر بخره، پس بلیت بهش میرسه. پس اسکالپینگ یه گروهی رو داره باعث میشه که یه گروهی نفع ببرن. خود اسکالپر داره نفع میبره چون بلیت رو ارزون خریده و داره گرونتر میفروشه. خریدارها چون به بلیت رسیدن دارن نفع میبرن. تهیه کننده های اون رویداد، حالا تئاتر، موسیقی، هرچی که هست، اونا هم نفع میبرن چون بلیتاشون سریع فروش رفته و ریسک نوسان تقاضا رو گرفتن به اصطلاح. حالا ممکنه بگین که خب چرا بعضیا مخالفن؟ ببینید، اونایی که مخالفن میگن وقتی که قیمت اینقدر بره بالا، طرفداران واقعی ناراحت میشن. ممکنه که واقعا طرفدار یک مثلا تیم تئاتری من باشم، طرفدار یه خواننده‌ای باشم، منتها با قیمت بالا من نتونم بلیتی که $189 مثلا من نتونم با $1000 بخرمش، در توانم نباشه. ولی او افرادی که موافقن میگن که خب اگر که به این موضوع دارین فکر میکنین، باید تهیه کننده ها خودشون برای اینکه این ناراحتی کم بشه بیان بخشی از بلیت ها رو مثلا برای طرفدارانشون کنار بذارن، نه اینکه قانون بذارن و اسکالپینگ رو ممنوع کنن. یعنی میخواد بگه قانون گذاری برای جلوگیری از اسکالپینگ کارآمد نیست. میخواد به ما بگه ببین، اسکالپینگ یک مبادله داوطلبانه و سودمنده. میخواد بلیت رو به دست کسی برسونه که ارزش بیشتری برای این بلیت قائلن. دوستان عزیز من، اونجایی که میگفتیم که دولت بیاد مداخله کنه، میگفتیم که کالا به دست کسی برسد که ارزش بیشتری برای آن قائل باشد. اینجا میگه ببین، اسکالپینگ دقیقاً داره همون کار رو میکنه. بلیت رو داره به دست کسی میرسونه که ارزش بیشتری برای اون بلیت قائله. البته دوستان من، وقتی که داریم راجع به اسکالپینگ با هم دیگه صحبت میکنیم، باید تفاوت قائل بشیم بین قانونی بودن، اقتصادی بودن و اخلاقی بودن. یعنی باید این موارد رو در نظر بگیریم. از دید اقتصادی که بخوایم نگاش کنیم، اسکالپر فقط داره بلیت رو به کسی میفروشه که براش ارزش بیشتری قائله، یعنی داره منابع رو به طور کارآمد تخصیص میده. ولی اگه از دید اخلاقی به قصه نگاه کنیم، ممکنه که این رفتار یه حس بی‌عدالتی یا طمع رو توی جامعه تقویت کنه، چون داره از محدودیت عرضه و احساسات مردم سود میبره. پس کتاب عنوان زده که اسکالپینگ کلاهبرداری نیست. پس ما هم میتونیم بگیم که اسکالپینگ لزوما کلاهبرداری نیست، ولی شاید یه نوع فرصت طلبی قانونی باشه که بین کارآمدی اقتصادی و عدالت اجتماعی تضاد ایجاد میکنه. دوباره اینجا هم دقت میکنین دوستان من، بحث کارایی و عدالت پیش اومد. خب ما تا اینجا فصل 7 رو تقریبا تموم کردیم، یه جمع‌بندی میکنیم و من این فصل رو به پایان میبرم. دوستان عزیز من، ما توی این فصل با 2 ابزار مهم آشنا شدیم. این 2 ابزار توی اقتصاد رفاه به کارمون میان: مازاد مصرف کننده، مازاد تولید کننده. این 2 مفهوم کمک میکنن که ما بفهمیم چه کسی از مبادلات بازار چه مقداری نفع میبره و مجموع این منافع رفاه کل جامعه رو نشون میدن. ایده اصلی این فصل اینه که بازارهای آزاد وقتی به حال خودشون رها بشن و رقابت وجود داشته باشه، اون وقت به طور طبیعی منابع به بهترین شکل تخصیص پیدا میکنن. ببینید، هر خریدار به فکر خودشه، هر فروشنده فقط به فکر منافع خودشه، ولی در نهایت نتیجه جمعی رفتارهاشون به تعادلی میرسه که مجموع منافع طرفین رو ماکسیموم میکنه و این همون دست نامرئی آدام اسمیته. ولی یه نتیجه‌ای که من قبلا هم دیدین گفتم آخر جلسه خدمتون عرض میکنم، این نتیجه‌ای که ما به دست آوردیم یه هشداری هم داره. ببینید، ما این که میگیم بازار بهترین نتیجه رو به ارمغان میاره،
این نتیجه تحت 2 فرضه. فرضمون اینه که بازارها کاملا رقابتی هستند، یعنی هیچ فردی یا هیچ شرکتی قدرت تعیین قیمت نداره. ولی توی دنیای واقعی بعضی از بازارها دست یک یا چند تا شرکت بزرگن. وقتی که کسی قدرت بازار رو داشته باشه میتونه قیمت رو بالا نگه داره، میتونه قیمت رو پایین نگه داره و این تغییرات قیمت باعث کاهش کارایی بازار میشه. و دومین نکته‌ای که باید اینجا در نظر بگیرید، یه وقتایی دوستان یه فرد ثالثی هست که داره از این بازار تأثیر میگیره بدون اینکه جزء گروه خریداران باشه یا جزء گروه فروشنده ها باشه. مثلا ما میگیم که ممکنه که مثلا کلاسیکی که وجود داره آلودگی دوستان. مثلا میگن که ببین تولید کننده و مصرف کننده تصمیم میگیرن یه کالایی رو با هم دیگه مبادله کنن دیگه، مثلا مصرف کننده پول بده و اون کالا رو بخره، ولی هزینه آلودگی رو یه شخص ثالثی داره پرداخت میکنه. ما به این اثرات میگیم اثرات جانبی. اینا باعث شکست بازار میشن. حالا ما بعداً تو فصل‌های آینده اثرات جانبی رو با هم راجع بهش صحبت میکنیم. منتها اینجا میخواد بگه ببین این که میگیم بازار بهترین نتیجه رو داره و هیچکی دخالت نکنه با وجود 2 شرطه. یکی این که قدرت بازار وجود نداشته باشه، بازارهامون کاملا رقابتی باشن، هیچ فرد یا شرکتی قدرت تعیین قیمت نداشته باشه. و دوم اینه که اثرات جانبی رو هم ما باید در نظر بگیریم. مثلا یه چیزی مثل آلودگی باعث شکست بازاره و دیگه لزوما نمیتونیم بگیم که بازار کارآمده یا بازار کارا هست. تو چنین وضعیت‌هایی هست که دولت وارد میشه که این وضعیت‌ها رو اصلاح کنه و بازدهی رو بیشتر کنه. دوستان من، ما تو فصل اول که 10 اصل اقتصادی رو گفتیم بازارها فعالیت‌های اقتصادی رو سازماندهی میکنن و سریعا پشت این اصلی که گفتیم بعدش گفتیم که دولت‌ها میتوانن نتایج بازار رو بهبود ببخشن. خاطرتون هست؟ و اونجا هم به قدرت بازار و شکست بازار اشاره کردیم. درسته؟ پس نتیجه مهم این فصل اینه که بازارها معمولا خوب کار میکنن ولی نه همیشه. درسته؟ اونجا ما همینو گفته بودیم. و فهمیدن این که چه زمانی بازار درست کار میکنه و چه زمانی درست کار نمیکنه برای طراحی سیاست‌های اقتصادی ضروریه. من بازم مثل همیشه ممنونم که همراه من بودیم و بازم مثل همیشه ازتون خواهش میکنم که روی تمرینای آخر فصل یه نگاهی بندازین. از همراهیتون ممنونم. خدا نگهدار.